مولای من مولای من مولای من مولای من ای عروة الوثقای من دنیای من عقبای من محبوب بی همتای من مولای من مولای من مولای من معین من تویی ماء معین من تویی حبل متین من تویی در ثمین من تویی مولای من مولای من مولای من ای امام زمان ای حجت است ما که بیچاره ایم کسی نداریم دادرسی نداریم هر عاشقی دل سوخته مهر تو را اندوخته دیده به دستت دوخته مولای من مولای من مولای من به قدری که به من التماس دعا میکنی و از من درخواست میکنی که دعا کنم همینقدر به خود امام زمان بگو نوکرتم تو آقای منی همه لنگولونگ های نوکر به گردن آقا به اربابش من نوکرتم تو ارباب منی آقا به بر میخوره که نوکرت گرفتار باشه بله آقا بگو آمدم ول نمیکن نوکر کجا باید بره بچه کجا باید بره بچه باید بره پیش باباش نوکر باید بره پیش اربابش رعیت باید بره پیش شاهش شاگرد باید بیاد پیش معلمش معلم من هستی شاه من هستی ماه من هستی ارباب من هستی پدر من هستی آمدم میخوام تا نگیرم نگیرم عمری نمودم جستجو هر کجا گفتند ممکنه سر بزنی آقا اونجا رفتم مولا ای وای ای وای عمری نمودم جستجو گشتم سراغت کو به کو کردم به عشقت های و هو مولای من مولای من مولای من ببینید آدم باید منصف باشه نباید به خودش تعارف بکنه آدم باید بگه اول با کی زندگی میکنه صبح و شب با کی نفس میکشه به عشق کی بلند میشه میشینه اصلا حواسش کجاست تو زندگی شما یه هفته با اون بزرگوار زندگی بکنید صبح به او سلام بدید شب قبل خواب به او سلام بدید من خاطرم هست به دوست جوانی وقتی اینو گفتم گفتش که من نمیتونم این کارو بکنم خجالت میکشم من احساس سردی میکنم گفتم اب نداره با همون احساس سردیت بگو که چون به من گفتن این کارو بکنم میکنم با همون سردی بگو با همون بدون طعم و به اصطلاح اون هیچ حسی هم نداری بگو شما باور نمی کنید به یک هفته نرسید کار تمام شد شما میدانید که امام انیس است در همون حدیث امام رضا علیه السلام هست که امام انیس از اسماء خدای متعال است انیس میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی که زود انس میگیره دنبال بهانه میگرده عجب خدایی و عجب
ولیه. لذا شما 2 سال 3 سال 10 سال یه دفعه میبینید یادی از اون نکردید، همین امشب برید با او سخن بگید، به سردی سخن بگید اصلا باید حرفی ندارم، فقط چون گفتم بیام باید حرف بزنم، باید حرف میزنم. چند بار شما این کارو بکنید ببینید چجوری او با شما رفیق میشه، به شرطی که رسم رفاقت رو انشالله به جا بیاریم. این رسم بسیار خوب. وقتی سر سفره آمدیم کنار، به بچه‌هامون بگیم اول از آقا تشکر، اللهم بارک لمولانا المهدی. این رسمی که یاد بدیم به بچه‌هامون، هر چیزی که به دستشون رسید بگیم از آقا جان تشکر. بداند آقایی داره، بداند هر چه هست هستی اوز هستی اوست. باید بدانیم هستی ما ز هستی اوست. حالا هر کس به دلش نگاه کنه، ببینید توی موقعیتی اگه قرار گرفت گفتن که ببین یه دقیقه وقت داری اون چیزی که تای دلته بگی، چی میخوای راستشو بگو. کیه که مشرف بشه خدمت امام زمان علیه السلام و حضرتش به او بگویند خب عزیز من، سالیان سال در فراق من گریستی، مرا صدا زدی آمدم، چه میخواهی؟ کیه برگرده بگه هیچ نمیخواهم جز گشایش امر شما، جز سلامتی شما، جز آسایش شما. حالا شما 2 تا بنده رو ببینید در پیشگاه خدا، یکی وقتی بهش موقعیت میدن و بهش هم وعده استجابت میدن فوری این دعاشو خرج امام زمانش میکنه، یکی هم برای خودش دعا میکنه. بنده نمیخوام عرض کنم کسی که برای خودش دعا میکنه آدم بدی خدایی نکرده، نه ابدا، نه، ما داریم این منصفانه درون دلمون رو میبینیم. حالا عنایت بفرمایید جایگاه دعا برای امام زمان علیه السلام چه جایگاهی است. همه گاهی به اون وعده استجابتش نگاه میکنن، اون که کار خداست، استجابت که سهم خداست، فعل خداست، کار خداست، کار من نیست، کار من گدایی و طلب کردن است. اما جایگاه دعای برای امام زمان علیه السلام رو بنگرید نسبت به اینکه من در چه رتبه‌ای قرار گرفتم. امام زمان ما به شیعیان پیغام فرستادن توسط کی؟ نه خوابینه کسی بیاد بقال یک چیزی نقل بکنه، شیخ مفید، نامه کتبی و اکثر الدعا به تعجیل الفرج. الله اکبر نفرموده است دعا کنید، فرموده است زیاد دعا کنید. کی اجابت کرده؟ کی اجابت کرده؟ شما مبتلا نیستید، ما مبتلاییم. داریم میریم منبر، حاج آقا بله پسر خالم تب کرده، اون قوم و خویشمون تو سیسیوست، قرض دارم، اون یکی دیگه زن میخواد، اون یکی دیگه سرطان داره. با هیچ کس نشانی زان دلربا ندیدم یک کسی روز عاشورا بیاد بگه آقا شما رو به ابوالفضل برای این غریب زهرا دعا کنید. وقتی مردم خوب سوختن بگید مردم دعا کنه. خسته شدیم. باب الاضطرار الی الحجه این است که فقط طال از صدا، اون کسی که اضطرار رو احساس میکند میگه متى ننتفع من عذب مائک، کی ما میشه سیراب بشیم، تشنگیمون به درازا کشیم. ما چرا خوابیم؟ چرا گمان میکنیم زندگی در غیبت زندگی شیرینه؟ آیا بیان این روایت برای دعای بر فرج این رو به ذهن متبادر نمی کند که ما هم در عذابیم ولی متوجه نمیشیم؟ مثل بچه‌ای که پدرش رفته، یه روزش شده 2 روز، 2 روزش شده 3 روز، 10 روز، 100 روز، اما این بچه دیگه عادت کرده بدون نگاه پدرش زندگی کنه. خیلی عادت بدیه. پدر چشم از این فرزندان بر نمی دارد. پدر هر جا هست هر روز اینها رو مواظبت و مراقبت میکنه، اون چه که لازمه برای اونها میفرسته. هر جور باید اینها در زندگی تر و خشک بشن تا موفق بشن، اینها رو انجام میده. این پدری که در غیبت است لحظه چشم از فرزندانش بر نمیداره، اما چقدر فرزندان بدی شدن. دیگه زندگی کردن بی پدر عادتشون شده. اصلا انگار نه انگار یه پدری. ما راهی نداریم جز این که
همه مؤمنین با هم ضمیمه بشن شب نیمه شعبان. ممکنه در خیابانها وقتی گفته میشه یا صاحب الزمان، یک جوان از هوس برگشته باشه، کار یوسف کرده باشه، به برکت نفس او صدای همه شنیده بشه. شماها به هر شهری، به هر دهی که مربوطید برسانید، از قافله عقب نمانن، در همه جا گفته بشه الهی عدم البلا و بره الخفا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجاب العجاب العجاب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.